سلام، من دکتر پریچه شریفی هستم. امروز میخوام در مورد مسئله به اصطلاح مجاز شدن استفاده از کانابیس در مکانهای عمومی و حمل اون تا محدوده 25 گرم باتون صحبت بکنم که در تاریخ 1 آوریل 2024 در آلمان به صورت به قول معروف تایل لگالیزیرن، به قول معروف به صورت تقریبا مجاز اعلام شده. همینطوری که میدونین یکی از رشته‌هایی که من توش کار میکنم روانشناسی ترافیک هست. روانشناسی ترافیک موضوعیه که به مسائلی میپردازه که میزان سطح تصادفاتی رو که منجر به مرگ و آسیب‌های به اصطلاح جانی میشه بر اساس رفتار راننده بررسی میکنه. و همینطوری که میدونی در آلمان استفاده از مواد مخدر یکی از مسائلی است که باعث از دست دادن گواهینامه رانندگی شما میشه. حالا با توجه به اینکه قوانینی که جدیداً از اول آپریل اومده چه تأثیری میذاره روی سیستم قوانین رانندگی و اینکه چجوری وقتی شما درگیر میشین با مسئله رانندگی و تحت به اصطلاح استفاده از کانابیس با پلیس باید برخورد بکنین، میخواستم امروز یک ویدیو کوتاه در این مورد براتون بذارم. اولین بخش این هست که در حال حاضر متاسفانه قوانین به صورت کاملاً تدوین شده در مورد راهنمای رانندگی وجود نداره. یعنی در نهایت میشه گفت که اگر شما با کانابیس توی خیابون جلوتون رو بگیرن و در حالی که دارین رانندگی میکنی بر اساس قوانینی که حالا وجود داره، بر اساس قوانین Fahrerlaubnisverordnung و قوانین به اصطلاح Straßenverordnung و همچنین قوانین به اصطلاح مدنی و جزایی آلمان، یکی از اتفاقایی که میتونه بیفته این هست که به احتمال خیلی زیاد پلیس شما رو پیاده میکنه و ازتون میخواد که تست بدین. در حال حاضر تست به اصطلاح اورین و تست به اصطلاح که از روی زبان گرفته میشه، یعنی در نهایت شپایشر روی زبان رو به اصطلاح آنالیز میکنن، مشکل زا شده. چرا؟ چون که به هر حال قبل از اینکه این قوانین جدید بیاد، اگر شما 1 نانوگرم در نهایت توی خونتون ماده مخدر وجود داشت یا کانابیس وجود داشت، شما رو میتونستن به اصطلاح گواهینامه‌تون رو بگیرن. در حال حاضر اتفاقی که افتاده این هست که اگر شما برای بار اول با کانابیس توی خیابون جلوتون رو میگیرن، اولا از همه میتونین به پلیس بگین تا موقعی که قوانین به صورت خاص تدوین نشده که اگر شما به هر حال آزمایش اورین یا آزمایش ادرارم بدین تغییر خیلی خاصی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون در نهایت وقتی که مدارک شما به اداره راهنمایی رانندگی فرستاده میشه، اداره راهنمایی رانندگی همچنان بر اساس قوانین قدیمی به احتمال زیاد با شما برخورد میکنه یا اصلا برخوردی نمیکنه و منتظر میشه که قوانین جدید بیاد که قوانین جدید رو تو این زمینه در زمینه راهنمایی رانندگی و مجاز شدن کانابیس همکارای من تقریبا حدس میزنن که تا ماه جولای امسال تدوین بشه و لازمه به اصطلاح استفاده از این قوانین این هست که اداره‌های راهنمایی و رانندگی هم در این مورد آموزش‌های کافی ببینن. یه مسئله که وجود داره این هست که اگر شما دفعه اول مصرف کانابیس کردین و میزان آزمایش خونی که از شما میگیرن، نه آزمایش ادرار، آزمایش خونی که میگیرن عددهای 1 رقمی رو در مورد THC نشون میده، در مورد به اصطلاح اکتیو THC یا به اصطلاح میزان کانابیس فعالی که توی خون وجود داره، و اگر که فلیشکاید نداشته باشین، یعنی اگر تصادفی نکرده باشین یا اینکه فرض بکنین در مورد به اصطلاح قوانین راهنمایی رانندگی اضافه بر سازمان مسئله نداشته باشین. و یه مسئله مهم اینی که وقتی که نامه میاد، معمولا وقتی براتون نامه میفرستن تو این زمینه قدیم اینطوری بود که میگفتن 2 ماه تا 3 ماه وقت دارین که یه دونه مدیسین اونتازو خون بیارین قبل از اینکه به MPO برین، فقط یک بخشی از MPO رو انجام بدین. به احتمال زیاد شما در حال حاضر بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که وقتی نامه براتون فرستاده میشه به اداره راهنمایی رانندگی اعلام بکنین که خودتون به صورت مستقیم گواهینامه‌تون رو پس میدین. برای اینکه اطلاعات دقیق تری تو این زمینه داشته باشین خیلی مهم هست که من هم اطلاعات دقیق تری از در مورد مسئله به اصطلاح استفاده از مواد مخدر، الکل و یا سرعت زیاد در زمینه رانندگی از شما داشته باشم و تو این زمینه میتونم شما رو همراهی بکنم و اگر که لازم باشه با همکاری با وکلایی که در زمینه مسئله ترافیک دارن کار میکنن
بتونیم بهتون کمک بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون قابل استفاده بوده باشه. شما هم روی سایت دکتر لیب و هم روی سایت mpu-bestehen.eu میتونین مستقیم از من وقت بگیرین و خواهشم ازتون این است که این کار رو حتما بکنین تا زمانی که قوانین به صورت خیلی مشخص وجود نداره. چیزی که خیلی مهم هست این هست که اگر حس میکنید که حتی در حدود 1 نانوگرم یعنی میزان مصرف کانابیستون بالا بوده، خواهشم ازتون این هست که به هیچ وجه رانندگی نکنین در حال حاضر تا قوانین مشخص بشه. امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. منتظر سوالاتون هستم و اگر مسئله بود میتونین خیلی راحت با یا تلفن مطب من تماس بگیرین و یا اینکه برای من ایمیل بزنین. اطلاعات رو من توی کپشن این ویدیو میفرستم براتون. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.